پیکره عبدالله رحیمبایف در میدان ستاره‌های خوجند. تاجیکی که 30 دکبر سال 1922 پیمان تأسیس اتحاد شوروی را امضا کرد. او از شخصان کلیدی در تأسیس جمهوری شوروی ازبکستان و تاجیکستان بود. برخی تاریخ‌نگاران او را به آن متهم می‌کنند که شهرهای تاجیک نشین را به دیگر کشورها داد. با وجود هیکل او در خوجند اعتراض می‌کنند. در مطبوعات تاجیکستان میگویند نباید به چنین شخصیت هیکل گذاشت. برخی دیگر وجود پیکره او را کار درست و بخشی از تاریخ می‌دانند. طرفداران او میگویند رحیمبایف قربانی رژیم استالین شد و سال 1938 به قتل محکوم شد. با گذشت بیش از 80 سال از مرگ او، نگاه و برخورد به شخصیت او اکثرا محکوم کننده باقی مانده است.